درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 71. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی 8 بابی 3 خیلی آدمی خوشبختی، خطاب کرد سکی، هم عموماً و هم از علال خصوص که از فقیری به ثروتمندی رسیدی. زیرا به فکرم حالا ثروتمند بودن برای تو خیلی گواراتر است، چون که پس از احتیاجات شدید ثروتمند شده ای. نخواد تو سک به این گفته هایش اعتراض کرد. فیراول گمان داری که حیات من هم و مثل ثروتمند گشتنم گواتر شده است. تو البته بی خبری که من حالا نسبت به زمانی فقیر بودنم شیرین تر و خوبتر خوراک نمی خورم، نوشاکی نمی نوشم و نمی خوابم. از آنچه من همه چیز را به حد کافی دارم تنها یک فایده می گیرم: بیشتر نگهبانی، و دیگران بیشتر هدیه کردن، بیشتر احساس کردن اضطراب برای همه گونه تشویش ها. واقعا امروز خدمتگاران زیاد از من خوراک، نوشاکی و سر و لباس طلب می کنند و بعضی ها هم به یاری طبیب نیاز دارند. در حالی که می بینی کسی آمده باقی مانده گوسفندی را می آورد که آن را گرگ ها در رانده اند، یا گاوی بجری افتاده را می آورد، یا خبر می دهد که چاروا به وبا دچار آمده است. اینک گفت در خاتمه فیراول: به نظرم اکنون به فضل ثروتم حالا تأسف هایم نسبت به احتیاجاتی که پیشتر داشتم بیشتر است. با وجود این قسم به نام زیوس، گفت سکی، وقتی که ثروتی تو در امان است، منظره آن برایت نسبت به آن که من احساس می کنم خرسندی زیادتر می بخشد. به هر حال سکی، قید کرد فیراول، صاحب ثروت بودن نه آنقدر گوارا است، بلکه از دست دادن آن دردناک است. تو درک می کنی که من راست می گویم، چون که در میان ثروتمندان کسی را نمی یابی که از لذت زیادتی شبهای بیخوابی دارند، در حالی که اگر کسی از چیزی محروم گردد
از غم و غصه چشمانش را پوشیده نمی تواند. بلی قسم به نام زیوس تصدیق کرد سکی، اما همچنین در بین آنهایی که چیزی را به دست می آورند کسی را نمی بینی که از شادی به خواب رفته باشد. درست است، راضی شد فرعون، و اگر صاحبی ثروت بودن برابری به دست آوردن آن لذت باشد، ثروتمندان از فقیران خیلی خوشبخت‌تر می بودند. اما اصلی کار سکی چنان است که کسی که ثروتی بسیار دارد آن را هم به خدایان و هم به دوستان و هم برای مهمانان زیادش باید صرف کند. در همین حال کسی که از مبلغ پولی خیلی شاد می شود، باور کن که وی هنگام صرف کردن آن خیلی غمگین خواهد شد. شاید همین طور باشد. قسم به نام زیوس گفت سکی، ولی من به قطار این گونه آدمان منسوب نیستم. برعکس من باوری دارم که خوشبختی محض از آن عبارت است که ثروتی بسیار داشته صرف زیاد کردن لازم است. پس به خاطر همه خدایان خطاب کرد فرعون، چرا تو نمی خواهی که اگر مرا همین گونه خوشبخت سازی در حال به شخصی خوشبخت تبدیل یابی؟ همه این ثروت ها را بگیر، با آنها صاحب شو و هر چیزی را بخواهی استفاده کن، اما به من مانند یگان مهمان و یا حتی کمتر از او حصه را جدا کن. اگر برایم از آن چی برای خودت میگیری نصیب دادت توانی، بسنده خواهد بود. شوخی میکنم، گفت مردی سکی. اما فرعون قسم خورد که او در گفتارش خیلی جدی است. غیر از این مردی سکی، من از کوروش اجازت خواهم گرفت که تو به دربار حاضر نشوی و در قوه‌های نظامی هم خدمت نکنی. در خانه بیمان و از ثروت لذت ببر. من باشم هم وظیفه خودم و هم وظیفه تو را اجرا می کنم. گذشته از این، اگر برای خدمت کوروش یا برای شرکت در یگان محاربه حربی مکافات دیگری گیرم، آن را به تو می بخشم تا مال و ملکی از این هم بیشتر را صاحبی نمایی. فقط مرا از همه این تشویش ها خلاص کن. اگر من از آنها آزاد باشم، پس به این وسیله باوری دارم که تو هم برای من و هم به کوروش خدمت بزرگی خواهی کرد. پس از این صحبتشان آنها به چنین قرار رسیدند و موافق آن عمل کردن گرفتند. در عین حال یکی از آنها مطمئن بود که بخت و سعادت را کسب کرده است، زیرا در اختیارش ثروتی بزرگ گرفته است، و دیگری خود را در قله سعادت می پنداشت، زیرا یک اداره کننده ثروت را پیدا کرد که به او